ایردراپ کتس هم امروز برداشتش باز شد و میتونید برداشت بزنید. میایید قسمت ایردراپ، اینجا به هیچ وجه اکسچنج رو انتخاب نکنید، برای ما ایرانی ها تحریمه. میایید نان کاستودیال والت رو انتخاب میکنید و اینجا کنتینیو رو میزنید. به چه آدرسی میخواید برداشت بزنید اینجا انتخاب میکنید. میرید داخل تونکیپر والت خودتون رو انتخاب میکنید، داخل اون والت میشید و دوباره برمیگردید سراغ کتس، کنتینیو رو میزنید و تونکیپر رو انتخاب میکنید. اینجا کانکت والت رو میزنید. بعد از اینکه رمز خودتون رو زدید، مقدار سکت رو اینجا مشخص کرده که چقدر سکه بهتون تعلق گرفته. اونایی که اوجی کرده بودن و تراکنش داده بودن سکه بیشتری بهشون تعلق گرفته. اینجا سابمیت رو میزنید، میاد داخل والت و حدود $1 هم هزینه داره. بعد از اینکه تاییدش کردید دوباره رمز خودتون رو میزنید. کار انتقال توکن رو میخواد انجام بده. خب اینجا نوشته توکن ها به زودی به آدرسی که انتخاب کردید واریز خواهد شد.